اتفاقات عجیب کنسرت جدید آریانا سعید در کشور استرالیا که اصلا باورتان نمی شود. آیا به واقعیت آریانا سعید از گروه استخبارات طالبان حمایت کرده است؟ آریانا سعید چی تاریخ کنسرت‌هایش را در کشور استرالیا برگزار کرد؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید در کشور ترکیه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی بوده است. آریانا سعید خلاقیت خاصی در هنر موسیقی همیشه از خود به خرج می‌دهد که ویدیو کلیپ های آریانا سعید بازدید میلیونی را در صفحات مجازی بالخصوص یوتیوب از آن خود می کند. علاقمندان و طرفداران صدای آریانا سعید در سرتاسر جهان بیشمار بوده است. آریانا سعید چند قبل کنسرت بزرگ را در کشور استرالیا برگزار کرد، ولی تصاویری از این کنسرت در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید بیرق طالبان را به اهتزاز در آورده است و حمایت خود را از گروه استخبارات طالبان اعلام کرده است. ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی آریانا سعید کنسرت‌هایش بیشتر از 10,000 بازدید کننده دارد و درآمد خیلی خوبی هم از کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند و به کارهای هنری و فرهنگیش از کشور ترکیه می پردازد و همیشه در حمایت از دختر خانمان و زنان افغانستان ایستاده بوده است. جدیدا نهادی به نام خودش در کشور امریکا برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما هر یک از خوبان تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید تا درود دیگر همه شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.